اگر اون چیزی که من شنیدم تو نامه باشه، خب خیلی مشکله برای آقای خامنه‌ای یا برای هر رهبر دیگه ایران که جایشون بود حاضر بشه مذاکره کنه. برای خاطر اینکه شاید اینطوری که جاهای مختلف گفته شده آقای ترامپ دیگه صحبت از برجام نمیکنه، داره صحبت از این میکنه که برنامه موشکی ایران که پایه و اساس دکترین دفاعی ایرانه، برنامه اتمی ایران خانم برنامه است، موشک حقیقت ایرانه. خب اگر یک کشوری بخواد بگه آقا تو موشکات هم بردار و برو، این یعنی چی؟ یعنی پرچم سفید رو بیار بالا برو. خب معلومه هیچ رهبری اینو قبول نمیکنه. یه مصاحبه با یک جنرال 4 ستاره آمریکایی کردم که در رابطه با برنامه ایران خیلی وارده و برگشت من گفت ما اشکال عمده‌ای که با ایران داریم مسئله اتمی ایران فعلا نیست، برای اینکه اون بالقوه ممکنه ایران. مسئله اصلی ما اینه که موشک‌های ایرانی و پهپادهای ایرانی اون کنترلی که ما در هوا در خاورمیانه داشتیم و یه مقداری به اصطلاح خدشه‌دار کرده. امروز هم به نظر من همینه. اتفاقاتی که افتاده در خاورمیانه من به نظرم نگرانی آمریکا رو بیشتر کرده. اگر بیشتر نمی‌کرد آقای ترامپ این رو نمیاد بگه یکی از چیزایی که ما می‌خوایم با شما بحث کنیم. ببینید خیلی گزارش‌ها اومده که اسرائیلیا آمریکایی‌ها یا اسرائیلیا زدن و برنامه موشکی ایران عقب انداخت. اینا تمام حرفایی که اسرائیلیا میزنن. من تا موقعی که شواهد رو نبینم نمیتونم این حرف رو بزنم، ولی این رو میتونم بگم که برای اولین بار در تاریخ اسرائیل یک کشوری با موشک به این حمله کرده. نه منفعت ملی آمریکا در جنگ با ایرانه. البته اگه بخواد این کار کنه خب تجربه عراق هم هست، به این سادگی نیست که اینا بیان و بزنن و برن. من معتقدم این مقدار زیادی از این صحبت‌های جنگ‌های روانی علیه ایران، جنگ مسئله اتمی ایران نه فقط حل نخواهد کرد، به نظر من تشدیدش میکنه و غیرت ایرانی‌ها برخواهد خورد و شاید هم خیلی تندتر به طرف ساختن بمب اتم برن.